دادستانی نقلیات حوزه جنوب روسیه روز 18 مای سال 2022 خبر داد که دادستانی نقلیات شهر رستوف لب دون پرونده یک شهروند تاجیکستان را به دادگاه سپرده است. به او بر اساس قسم دوم ماده 207 کودکس جنایتی روسیه به دادن معلومات بر دروغ درباره آمادگی به ترکش از اسیات افباشی که حیات آدمان را زیر خطر گذاشته است عیبدار می شود. به گفته تفتیشات این مهاجر تاجیک ماه نوامبر سال 2021 به قسم نوبداری پلیس زنگ زده خبر داده است که گویا در وокزال رستوف بمب گذاشتند. برای تحقیق این خبر مردم را از وокزال‌ها کوچانیدند، ولی تحقیق نشان داده است که در وокزال‌های رستوف نشانه از یگان بمب نیست و معلومات این شهروند بر دروغ بوده است. پرونده او حالا برای بررسی به دادگاه نویه کیروف شهر رستوف لپیدون سپرده شده است. به شهروند تاجیکستان بر اساس قسم دوم ماده 207 همچون جزا و جریمه به مبلغ از 500,000 تا 700,000 روبل و یا از 3 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند.